همه زنگ زده. خیریت باشه خوبه. بله سلام. خوبیم دختر همه جا بخیر سلامتی؟ شکر زنده باشین سلامت باشین. چی عجب که از ما خبر گرفتین؟ زنده باشین سلامت باشین. بلیا سکل بسرای. آخه خود خو به در دیوار گیر لنگ نزنه. همین جگاه به شما دست و گساله با چاق نکنه. گپ پینی سکل ارزشی نداره. اونی بیای ببره. گپ پینیه به ده میره و هر جا میره فدای سر بیای ببره. مدام بگو گیلک خیلی دست فرمون خوبی نداره به شما دست و گساله چاق نکنه. خوبه گپ پینیه بیای ببره بیای. بخیر باشه. خدا حافظ شما. بچیشون خدا حافظ. یعنی چی میای برای سکل گلم مای بره بده؟ بابا بره دیگه با موتورا دیوشینه بره دیگه. خوب همی سکل هست که اینو بیان ببرم. مردم هم خود خو مسخره کرده بیخی. بیا سنی دیگه شکر بچه ماما چی گفت؟ جولی سکل همه چیکاری لجو ما برم بغل خاله خود به شکر کنی خیریت باشه خدا. مامی عفش و نوش 11 شو ما مهمون بدیم. عفش 11 شو ما مهمون اینا بدیم. خاله من از که جکی زنگ داد که انا او یک روزی انا خاله من گفت که ما مرد بستو دشمله بستو چای بستو چی پاره بستو چون خیرت پیل بستو منار پولا من بستو من خاله من گفت میدم. خاله من ندادال زن من دوی میدم میگه برو بمر اینا. خاله من بچون رشخند خورم. خوب گیلی حالا من گفتم من سکل ندارم. من گفتم سکل خود بده من میرم. پولا خاله خوستم. سکیل که میدون گیلک بفهمیدی مدو سکیل روش میکنید به در دیوالی هم نمیدنید. یکی هم ای خالی خوی قوما و ایتا مفخور و مختلف و گیلک ما طور خیلی من دوستی به تو میگم نه دیگری از اینا بحث اینو نه. تو چی باید دیگری بارنواله میبینی؟ بابا من گفتم خاله جون بخر بیام هم سرا بیامدی پولا تو میدم. همون تا خافه خورزد من برفتم. نه میگردن و بعد ناستونو میرم. من مالا گوشنگی آدم زبون کن میچه میفهم گیلی جو کجا سکل؟ اونی تا سرای بری که بودم بری خب کلیو بس میخریدم بله خیلی همون سکل سیاه پلوته گیله گوش کنی سکله پول ندارم کشی تیل بندختی تیل دار هم خدا هم خورمار هم سکله بودم هم تیل سکله بودم بله بله اشتر رو تو میشه گیله میگه میگه پتر به خدا بری بس استني جنجله بچه خاله بس كده انا بدخل بيها يا ناس خيرياته بخير بيها وخونا جنجله بيها بيها وخونا چیز ازی خرابه. همین دوم بازی بگیر. دوم بگیر. بیار دوم به اون چیکار؟ همون چی همون شاخایا. وایسته. کیلا کی بداس؟ وش کتاق ناس وش کو؟ باش. کی بداس تو؟ بله. سکیله. یار من.
فرمان چه خاله جو بیا بسیار بسیار خوشحالیه لغت میشه لغت میشه گله اصلا گلی دارم چرا؟ هیچ از ما خبر نمیگه از این نمیشه. بشه خاله خواست خاله خوب بیا دیگه همین دیرو که یک هفته بدیم اینجا زن ما گفتک یک هفته میشه خونه خودتون هر وقت میایی دیرو تا یعنی میگی خبر میگرفتم زنگ کمیدی نه دم کلاس یک زنگ بزنه زنگم نزنه گوشی نمیفهم سر بابا بود ما نمیشه تنگیل جو دیگه شکر فرض نخود دادم بنیبه خوب هستی شکر گله جو بشر چی گپایه کی؟ بشر ما چوب کی نمیشه هیچی خیال بود گله دیگه ایته یاد کردم خودی شما خیلی بینی گله جو خیلی بینی دیشب نیرو شد دیگه ببینجا ما مهمون بدیم ساعت نتی شد نه ما با زن خوب گفتم نرو بگذاریم اینجا یک در روزه بسه که حالا مخته گرفتیم خود خوب هر شام گوشت و پلو در چاله بگه شته دوغا تیروشی دارین شما گله دیگه ما به شهر میخرین گردن هم اول مزه کنجد نشور نمیده شهر تازه چه فرق داره خب گله جو چی کارگیه میده شهر کی؟ عده شهر آها چیز انا ما بیام آدم گفتم که خاله ما به کجا هم؟ مدرمه از این همسایه به اگر رسید بررسی رفتم زمشایا بله تو نگفتم نه دیگه زنونه بوده زنانه ها حال ما مکتب خواهم برفتم دیگه مکتب نیم ابا چون سی کلالا مادر تو امو یک روز میپره روزا زنگ زدم من یک گفتم روز پری روز ها زنگ زدن زنگ زد که جکی که گلک گفتم او گفت که یک مرغ کلون چاقلون بکتب انا به خاله ما بستو بیار خودی 2 کیلو دشمله بستونک انا نیم کیلو هم چای سیاه دیگه اینا انا بستوندم دیگه بچیم دیگه چی بیده 120 روپیه هم شیر پر راه شد انا ما گفتم که چیز نه اما پولا ما گفتم اگه هست خاله ما گفت میدم من که بیری شده مسئله شما یاد میبرم چندی هسته چی؟ پلا 1000 رو چیم چنده شده خوب خاطر مادرم تو زنگ نگفت اگه از شهر بیاد گفت میدم بیا میده پلاتو رو میدم از اون شوا از اون یک شوا حیاتی نبرفت خب تو پلا خب برات پلا خواهم سکل تل نداره گردن ما بند مستقیم تا ببینی بعضی با پا خوب میاد از اون شهر زر تیل سخنانی بیانی که پلا خوب استنی کار که مادرم نیه چیکار میشه زن هم گفته که خالم مار برشخندی بخورده زن تو بود ها رو همین تو گفته گیله برو بگو خالم گفته بره نه که برو بگو گفته که اختلاط میگه مار برشخندی بخورده خب همون مادرم که خاله تانه تو از شهر سودا و دار بینه برای پلا خوب پس خارزدگی ما پول نداره ما لکه بخوانی خود پول نداره توی کلی نکن که بیاید از خالی خود پول بستونی کلیز کن مطلب ما بخوانی خود لکه پول نداره ما رفت پول تو خجالت نکشیدی که بخاطر در کل 10,000 باشه 1,000 باز تو بخاطر بیانی که از خالی خود پول بستونی 1045 روپیه خب 1,045 تو خالی خود پول بستونی خجالت نکشیدی نه خب مادرم نداشته که همون سر پولا به کسی تو میکده خاله بده دیگه واسه مادر خود چی فرق میکنه های گیلده های چرا؟ باشه حالا مادر خود زنگ چی میگی؟ میگم این خود گیلک میاده باید تو ریش تو بی آمده بچه نادونی نی تو کسی کو پول نداره با مادر خود زنگ میدینی باشه ما بریم دارم میکنی چرا گوشی خود جواب نمیده مادر من بیا با تمام گیلکی بیده گدا
یه برادر تو اشتغالم مادرم جواب نمیداد گوشی تو تحتالا رو نمیشنه ایشون چی میگه؟ وقتی که چی میگه؟ بابا جان یک پیاله برین چی بدیم؟ پیاله گرد برین چی بدیم؟ بله مادر میشنوی خوب شما خوبی گفتو میشنوی بله متر تالاره همه صدا به یک جا بره که صدا اسپیکر نباشه گفت تو این گیلک بیانه برنده اون پولا خود کمون روزه میگه با مادر تو میگه مرغ آورد ماشن خودی شیرپرده و چای دشلمه بله مرغ نیمکوش مرغ نیمکوش برنده اون پولا آمده مادر پس اینو چی خواهیم و چی به درد نخوره با خاطر 1000 پیاز شهر بخسته بیا آمده و ده نگاه های میگه من خورزندگی ما تو چه کار شد خداحافظ سبا کن من یک کاری میکنه نه خداحافظ گیلا مادرم میگه گیلا سبا کن تو چی میگو کی راست میگو بره واقعیت من مالا سکه خوردم بچه خالگی از ما توی چی شد بله تو هم زن رو بگو تگینه رشقت خورم تو هم گفتی که یه بچه خاله من اشته پول از این استانا بله تصالشم چیز میزی گم نشو بگی که لگ بجونده بیا برو گیلک جان برو پس بسته گیلک و سراش برو خوبه دیگه تو بیارگاه نکنی از این بعد بخیر کار بگو که حق کمیاد گیری ما فهمیدی؟ آیسته بیا گوش کن در شو بیا وای خدای توبه دار سیگه تو ای از تا شهر وقت بیا آمده بده با خاطر یک مرغ میگه ما مادر تو مرغ چای دشلمه است اون پولا کار بده این مفسدی ها این کارا هم از پا زن از اینه زن از بیفته به گپ کرده گفته برو به سر عباس اینو پولا خور بستو شما هم تو زن تو وقت بیاید به این خانه یک هفته به شما احترام کردیم عزت کردیم آخر همه چی به شما احترام گرفتیم آخر میشید به خاطر یک مرغ و چای دشنامه از شهر وقت بیاده که پولا من بده وای کجی بله لالا بیا نون بخور من نون خودم شما بخوری بیا نه ما مسیرو نگون بیا اینجی بله بشین نون رو بخور یک چیه و لالا مسیرو نگون بله موتور به تاثیر نبود موتور نه دخترم به من زنگ دادن گفتم همه موتور خوب بده که گلک تا بده بره این پولای بستونه ما موتور بدادم دخترم زنگ زده که موتور بده دست گیلک بله گیلک ببر موتوره کجا میرفته گیلک بده گیلک براده که سوارش موتوره اون مرتکب نافهم سر از اون موتور چی میشه اون لالا بدن و همیته این میکه که چی بگی اگه میت زد دست خوری یا پا خوشه کسون ما از میخوام بگو گفتم دم میتونه خود خورد دست پیاز من خود خلاص کنه به دم گوشی از گوشی را خلاص کنم گفتم برو دست که لردشی ندارم من میدو ولی اگه به شما دست و گسالی چوک کن نگید که این سکه نگیره بابا زن چی میفهمه بده و دست که بره خوی بلد بده که ایک من موتوره سوار از اینجا دست یا پای بشکنه پیار میه خانم میگه میگه بچی به دیوانه بده شما که دیوانه نبودی بدن لالا بعد بود نمیدادم من بعد حداقل یک زنگ بابا که میزدی لالا خود دخترم من زنگ دادم نمیدادم میگفتن چه گویی ما روخ بری عدینا یک دفعه روخو کردید و گفتیم همی سکیل خوب بدی با همی سکیل اینا ندارم کار خوبی نمیشو لالا خوب کردو بد کار کردی هیچ کار خوبی کردو شمالی میگیم من میفهم که من خود خود یک جای میزن آره با کن هیچ کار نمیشه بانجور بعد هیچ بلایی نمیداره دیر یک پشت بکو من لالا من برو 5 دقیقه سر خوبم
شبا اون خوب حالا خدا کنه که این موتور به در دیوار نه بیاره لالا دلجم باشه موتور 3 ساله بیاره دیگه وای 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 دقیقا آدم ور افتاده بود خب دست از این موتور میده مرتکی نادونه که سر به چیوانه میشه این موتور ما باشه برادر باسکل یاد نداره این موتور ما باشه